صفات مؤمنین التائبونه. هر مؤمنی نمیتونه مؤمن باشه مگر اینکه صفت توبه درش باشه. گاه وقتی به کسی میگه توبه بکن، اتق الله، من چه کار کردم که اتق الله به من میگی بهش بر میخوره؟ در صورتی که حضرت عمر اگر کسی بهش میگفت اتق الله، میگفت خدا جزای خیر به تو بده، الحمدلله که یک نفر هست که عمر رو نصیحت بکنه. من نمیدونم، من و تو بهترین، یا عمر بالاتره. اگر به عزیزی گفتیم از خدا بترس، میگه من چه کار کردم؟ بابا داره ارشاد میکنه از خدا بترس. تا زمانی که کسی باشه که در فکر تو باشه بهت بگه از خدا بترس، باور بکن تو به خیری. وقتی کسی برای تو نباشه که بگه از خدا بترس، اونجا بدبختی تو شروع شده. علما میگن که موت العالم موت العالم، مرگ یک عالم مرگ عالمیه. مرگ عالم مرگ عالمیه. اگر عالمی در شهری بمیره، یا از اونجا مسافرت بکنه و اون روستا رو به حال خودش بگذاره، باور بکنید که همه مردن و اونجا قبرستان شده. ولی متاسفانه با وجود این همه علما و طلاب ما نمیتونیم استفاده بکنیم. این دیگه برمیگرده به ضعف خودمون. توبه یعنی چی عزیزان من؟ انسان به 3 علت گناه میکنه. خوب گوش بدید. چرا انسان گناه میکنه؟ 3 تا علت داره. یا از روی جهل و نادانیه، یا از روی شهوته، یا از روی تکبره. جوانا خوب گوش بدن. چرا انسان گناه میکنه؟ 3 تا علت داره. یا از روی جهل و نادانی، یا از روی شهوت، یا از روی تکبر. اگر گناه از روی جهل و نادانی باشه، اگر گناه از روی شهوت باشه، امید هست که توبه بکنه و خدا توبه شو بپذیره. اگر توبه هم نکرد، امید است که خدا روز قیامت ببخشدش. اگر گناه از روی جهل و نادانی باشه و روی شهوت باشه. اما اگر گناه از روی تکبر باشه، ممکن نیست که خدا ببخشدش. گناه حضرت آدم از روی جهل بود. گناه حضرت آدم از روی جهل و نادانی و شهوت بود. ضعف اراده داشت، از سادگیش گول خورد. اما گناه ابلیس از روی تکبر بود. گفت من سجده نمی کنم، من بهترم از این خاک، انا خیر منه. جلو خدا ایستاد، گفت رب بما اغویتنی، ای خدا تو منو گمراه کردی، من بندگان تو گمراه میکنم، توبه هم نمی کنم. تکبر عزازیل را خار کرد، به زنجیر مهنت گرفتار کرد. اما حضرت آدم که گناه از روی جهل و نادانی کرده بود، با حضرت حوا دستشون بلند کردن تا از اون درخت خوردن، لباس از تنشون افتاد، لخت شدن. حالا هر کاری میکردن برگ درخت شرمگاهشون بپوشونن نمیشد. گناه وقتی انسان میکنه لخت میشه، خجالت میکشه، مثل که 100 تا لباس تنشه اما احساس میکنه که لخته. ولی از بس که گناه کردیم، خجالت از بین رفته، شرم و حیا از بین رفته. این شرم و حیا یک پرده است. زن 10 برابر مرد شرم و حیا داره، ولی وقتی پرده شرم و حیای زن دریده میشه، همین زن با این همه شرم و حیا میاد جلو مردا میرقصه، دستمال بازی میکنه، حرکت های زشت انجام میده. شما دیدی که زن قلیون بکشه، زن سیگار بکشه؟ مرد خیلی دیدیم که قلیون سیگار بکشه، ولی وقتی یک زن سیگار میکشه چقدر زشته. اولین علت گناه جهله. اگر کسی از روی نادانی و جهل مشروب خورده، تریاک کشیده، خواهری بی‌حجابی و بدحجابی داشته، هر گناهی که در گذشته کردی اگر نمیدونسته گناهه، اشکال نداره. حالا که فهمیدی گناهه، بگو توبه نصوح، خدایا توبه نصوح، التائبون. بعضی میگن چرا توبه بکنیم؟ ما که گناه نکردیم. پس پیغمبر چرا توبه بکنه؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند ای اصحاب من توبه بکنید، من روز 100 بار توبه میکنم. خیلی عجیبه. توبه شرط نیست که از گناه باشه. گناهایی هست که ما میدونیم گناهایی هست که نمیدونیم گناه و مرتکب میشیم، اون خیلی خطرناکه.
حداقل روز 100 بار باید توبه بکنیم. توبه چیه؟ استغفر الله، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه. این اقلشه. یا کاملش استغفر الله العظیم من کل ذنب عظیم و اتوب الیه. کاملش سید الاستغفار اللهم انت رب. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی سید الاستغفار در اول شب بخونه اون شب بگیره بهشتیه، و هر کسی سید الاستغفار در اول روز بخونه اون روز تصادف بکنه مرگ عبدی بمیره، با بیماری بمیره، اون روز اگر بمیره با سید الاستغفار خونده اعتقاد بهش داشته باشه بهشتیه.